شرف همه اینها رو باور نکن آخی. من از اینجا میروم، یعنی طاقت گوش کردن این گپ‌ها رو ندارم. چرا مرا با این مکانی بعد دعوت نمودی؟ یک بار فریده رو فکر بکن، او رو چند روز آنجا نگاه داشتید. گوش کن، چقدر پولی که میخواهی من میدیم. تنها همین موضوع رو کلا فراموش بکن. تو با من دیگر زنگ نزن، من هم به اینجا اومدنم رو فراموش میکنم. پینار جان، تو عادت کرده ای که همه کار رو بریش و حل میکنی، اما بدون که این مراتبه نمیشود. در کجا هستی تو؟ مرد بریم به میدان برو و گوی که تو چی میخوای. گوش کن، به مکانی که فریده رو گور کردید به همونجا بیا. با تمام سوال‌هایت جواب میگیری. تو چرا این کارو کردی؟ ها؟ تو برای چی این کارو کردی؟ ها؟ تو چی خیلی انسانی؟ ها؟ جواب ده! برخواست نکردم. همه کارو مادرم نقشه کشید. شرف من تنها مختک شدم. تو روگوی رو بس کن. قسم یاد میکنم که راست است. مادرم از خانم جانم قصد گرفتنی است. پدرم را از مادرم گرفته است. همش عیبی او. مرا هم به این کار همراه کرد. در حقیقت من این خیل شدنش رو نمیدونستم. من برای نجات تو با کلبه آمده بودم. قسم یاد میکنم به یاد بیار. بعد تو بیمار شدی، یعنی حافظت رو گم کردی. من چیکار کردنم رو ندونستم. آفتاب رو با دامن پوشانده نمی شود. همه کارهای کرده‌ات یک یک روی آب اومده ایستاده است. راست گفتن نخود برای تو همین قدر دشوار باشد. یک بار هم باشد راست بگوی آخر. ترسیدم فکری اون رو میکنن که من کردم. کسی من رو باور نمیکرد. دروغ میگویی. تو کوشش به اون میکنی که کسی مادرت رو کلان به ایمان رسونی. ببینید، حالا هم دروغ گفتن رو ادامه میدهد. تو کوشش به آن میکنی که خودت رو تازه بکنی. افلاس. تو اینقدر دلی بد داری. تو انسانی بد هستی. برای چی همه این کارها رو با فریده کردی؟ چرا؟ چی کردم؟ برای خودم کردم، برای فرزندم، برای بنیاد عاله خوشبخت. فریده هم باید از میان دور میشد. تو چی ها میگویی؟ درباره کدام عائله سخن میگویی؟ فکر کردم که فریده از خانه رود. تو مرا دوست میداری. خدایا توبه. یگانه دردم همین بود. فکر کردم که اگر دوستم بداری همه رو فراموش میکنی. همه کار رو با اون خاطر کردم که دوستم داری. شرف، تنها خواستم که دوستم داری. در حیاتم یک بار هم باشد میخواستم دوستم داری. با من رحم نکنی، با فرزندت رحم بکن شرف. این کاری کودک در آخر درد سرم می شود. باید که هرچه زودتر از این خلاص یابم. دیگر بر نمیگردم. همه واقعی های امروزه رو رد میکن. فهمو جناب. التماس ببخش. التجا میکنم شرف. با دنیا آمده او رو به پدر نگذار. احمق. تو اینقدر بیشرم بوده ای. چرا به تو رحم بکنند؟ تو وقت عذاب دادن دختری من به او رحم کردی. وجدانت ناراحت شد. تو احمق، چگونه به مادرم دست دراز میکنی؟ من دستت رو میشکنم. شنیدی مرا؟ میشکنم. آرام شو. در هر نفست به این دختر دعا بکن، وگرنه تو رو به جهنم روان میکردم. پس از خاموش شوید.
آرام شو آتیلا، آرام. اکنون بیگناه بودنم را، راست گفتنم را باور کردی آخر؟ پینار کمی پیشتر به همش اقرار شد. با گوشای خودت شنیدی. چرا باور نمیکنی؟ لیکن همین گوشها دیگر سخنها را هم شنیده است. سخنهای آخرین شیرین را فراموش نکردم. شبهه در وجودت چنانم جای گرفته است که حالا هم به من باور نداری. فریده به کجا می روی؟ فریده اینجا بیا. احمقی بیهایو، انا به تو برای باور کردن خواهرم چی میخوایی؟ من چی کار بکنم که خواهرم را باور میکنی؟ شیرین را از خواب برارم. خواهری تو هم باشد است. آتیلا بس کن. میفهمی؟ تو میفهمی؟ و هم سری من است. کنید بگویم بس. مکشم تو را. شرف بس کن. هم سری من است. آتیلا خیز از جایت بگویم. آتیلا آرام شو. من بگردانم. بس کنید آخیر. اوه تیمور جان، گمان کردم تو ما رو فراموش کردی. خوش آمدی. گذشتی. چی خبر است؟ همان است آقای پروکورور، خودت میدونی. در اصل از تو چی خبر است؟ دیگر پروکورور نیستم. استعفا دادم. راهبر شرکت آیله شدم. مبارک شود. لیکن در تلفن صدایت خوب نمی آمد. سرم در یک بلا است. احتیاج به کمک تو دارم. است یک قهوه بگویم بعد نقل میکنی. دخترم به ما 2 قهوه بیار. گوش میکنم. آتیلا آرام شو. خواهش میکنم تو را آدم فکر کردیم. تو با 5 درهم هم ارزش نداشته ای. به همش اقرار شد. شرف باز چی میخواهی؟ باز چی شنیدن میخواهی؟ گوریز، تو گوریز. تنها گریختن را میدونی. دیوانه دختر تو را دوست میداره. باز چی میخواهی؟ شرف گوریز با یک عذاب میرسی. شرف تو با کجا؟ مرا تنها نگذار. شرف مرا اینجا نگذار. شرف آتیلا آرام شو پسرم. تو رفته ماشین رو بیار. فریده رو باید یابیم. زودتر باش. مرا در اینجا نگذارید. اینقدر به وجدانی نکنید آخه. بله نمیگذارم. تماشا بکن چی میشود. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim, zamansız aşkımız. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim, zamansız aşkımız. چخیلی که تو نقل کرده این زن نه اونقدر خوب است. آشکارا تو رو ناراحت دارد. چرا چونین بی احتیاطی کردی؟ مگر به او امید بستی؟ نه آخر چگونه امید؟ همین خیل یک شب خورسندی کردیم. از کجا دانم که این کار تا به اینجا میرسد؟ حتی بعدتر خودش گفت که کار را حل کردم. من هم بی‌پروا شدم. برادر تو بر این شخص دارا رو یافته است و حتی از تو فرزند دارد. چرا در افغانی رو ترک بکند؟
این کاری بد است. باز پیش از نکاح. اگر زیبا این را شنود محو میگردم. من باید که از این طفل نجات یابم. اول اینکه این زن را از دستش گرفته نزد من بیار. یک صحبت بکنیم. اگر یک روی بکند که تولد میکنم پس چیکار میکنیم؟ آن طرفش رو نمیدانم. لابای سلام پینار، من تیمور. پینار تو گریه داری؟ تو در کجایی؟ در حال تو را میبینم. لازم نیست. هیچ کم نداره، در حال میآیم. در کجا هستی؟ میآیم. Yitirdik sevdayı bir hiç uğruna. Nelerden vazgeçtim senin uğruna. Hayatın acı. Sen misin acıtan? Yenildim işte. Sen misin acıtan? Yenildim işte. Geçer mi sensiz? Diner mi söyle acı? Hak etmedim yürekte kaldı sızım. Seninleyken bile yalnızım. Hak etmedim yürekte kaldı sızım. Seninleyken bile yalnızım. خدای من چیکار کنم؟ Sen benim به من راه نشان ده. Sen benim dünyam. Şimdi kim o kadın? نیست. مثل که زمین کفید و درونش در آمد. خواطر نباشی، دور نرفته است. شاید به جنگل در آمده باشد. هوشش پریشان بود. جنگل را ببینیم. انا آنجاست. فریده جانکم، دخترم خوب هستی؟ شاید مرا باور نکن. چی کار کنم؟ خودم را چی سفید کنم؟ شد جانم، شد دیگر غم نخور. همش میگذرد. غم مخور. پینار با تو چی شد؟ خواهش میکنم کمک میکن. پینار زود کمک کن. پینار بیا
بیا جانم بیا خیز رویم بیا بیا جانم بیا خیز رویم پینور با شرف است. شرف خودش رفت ما هم پینور را در اونجا ترک کردیم فریده البته او را همراه همون نمیگیریم پینور رو برگشته باید گیریم او را نباید در اونجا ترک کنیم تو دیوانه شده ای فریده حالا هم اون مور را فکر میکنی؟ اگر مثل او رفتار کنیم پس از او چی فرقی داریم؟ حکا التیموس فریده تو در حقیقت دیوانه شده ای ما هم او را اطاعت میکنیم رفتیم بیا گذر بیا خدایا زنی که گفته بودم آورده استادم تو تیاریت را بین دیدی کسی نیست بهوده آمده بیا از اینجا میرویم گفتید که از زخمش خون اومده ایستاده بود در یک اونجا بیهوش نشده باشد گاز رو زر کن کمی زودتر باش به خود ناآمده از کودک باید خلاص یابم فهم سردار خواطر نشه او فکری خودش رو کرده است در خانه که روبرو شدی حیران مشو والله که راست میگویی شاید شرف برگشته او رو گرفته باشد از شوهری تو همه چیز رو انتظارم گوش کنید خبردارتان بکنم که من شما رو مونده میروم وگرنه من او رو میکشم مایدش 10 دقیقه پس در بیمارخانه میشویم ریخته ایستاده است زود باش دستگیر کن برادر زود باش ما هم کار داریم تو رو چه انتظار شده چراغا کم صبر شد زود باش با کجا می روید؟ با مسجد برای خواندن نماز خفتن خدا قبول بکند من قهوه تیار کردم مثل که زیری به هم قرار داریم اگر که نپرسم کسی نمیگوید که با کجا می رود
گیر پسرم نوش جان. تشکر مادر. گیر پسرم. بسیار خوروندید مادر. پسرم هیچ چیز هم نخوردی؟ معده‌ام تروش می شود. یعنی از بسیار خوردن معده‌تون تروش میشه، این رو فهمیدیم. پس چهرهتون چرا تروش است؟ از وقتی آمدنتون چهرهتون سیرکو میفروشد. درد و غم دارد، دیگر نپرس. چی درد و غم؟ لیلا جدا شدیم. چی؟ جدا شدید؟ این خیلی نگویید، به خدا غمگین شدم. چرا چنین شد؟ دخترم کجا شدی؟ خواتر شدم آخر. خوش آمدی خانم جانم. خوش باشید. پینار اومد؟ نه. شرف آمد؟ او هم نامد. چی گپ است؟ همه ای کارهای پینار افشا شد. چی راست میگید؟ من هم فهمیدم که چهرهتون دیگر است. فهمیدم. با دقت باشید. حافظه فریده برقرار شد. انا این خبری بهتری شد. شکر میکنم تو رو. چی خیلی شد؟ بگویید. هر چی زودتر شنیدن میخواهم. نفر کنید ینگر. وقتی که می افتد حافظه‌اش برقرار می شود. پرسید که اول چرا به یاد آورد؟ پینار کی او را دزدیده است؟ کی پنهان کرده است؟ کی زده است؟ کی گور کرده است؟ همه چیز رو به یاد من میدونستم ینگه جان من حق بودم. همه این کارهای پیناری افلاس است. خدا رو شکر. نامی سگ رو گیرو آماده باش. شام بخیر. باورم نمیاد این رو ببینید. تو با کدام رو به اینجا میایی؟ کنی زود دفشم از اینجا. پسرا به این هم خیلی کمک کردی. آروم شوید. ای باور کنید روی امین رو دیدن نمیخواهم. تو اینقدر آدمی بردی دفشم از اینجا. یاشر از احمد خون اومد از خوب استی؟ مهم نبوده است نشون دادم. ای مگر تو ذره هم غرور نداری؟ تو را پیش کردن. در این خانه تو را نمیخواهند. رواقیر چرا ایستاده ای؟ راستی شرف به من نگفته است که روم. او سخن نگفته من نیتی رفتن هم ندارم. حالان که تو میگویی. نباید خانم در این خانه چی گپ است؟ چرا از دست این دختر گرفته از در بیرون نمی کنی؟ من هیچ چیز رو نمیفهمم. فریده همش رو به یاد آورد گفتی انتظار شویم. شرف بیاید همش رو میفهمیم خانم جانم. الله دیگر جای سخنگویی نیست. من اینجا ایستم عصبم خراب می شود. بیهوده نگفتند به آر پرزور شود. حقدار را گناهکار می کند. در این خانه من به حال شده ایستادم. نباید خانم من اینجا ایستاده نمیتوانم. شربتت را خودت نوش. شرف تیمور بوده است. برای چی شرف همراه شما نیومد؟ نمیدونم، هیچ چیز رو نمیدونم. یا الله یا الله. ینگه من با کم تلفن میکنم.
میدوزه در کنج محکم شد. پسرم با مادرش تهدیدش کردیم. والله برای نرفتن هر کارو کردنش ممکن. مبالغه نکنید مادر. آتش تا اندازه خود میسوزاند. مهم آن است که زودتر از خانه ما دفع شود. پسرم اگر مسئله خانه رو به پدرت بگوید، آقای خیردین در دو دنیا ما رو نمیبخشد. از قهر خودش هم میمیرد. هیچ چیز گفتن نمیتواند. خواطر ما باشید. چی خیلی نمیگوید؟ علم خیلی یگان دلیل ندارد. آخر در دستش یک فیته دارد. همین رو میگوید. اتاقش را تگو تار کردم. پسری من در آخر یافتم. مادر چیکار میکنه استیده؟ جانکی من کنی با من ده. خدایا شکری به اندازه به درونم گویا که آبی خونک پاشیده باشند. خدایا شکر. خدایا به مثل که باری گرانی از پشتم غلطید. انا همین اوه پینار، تو رو از این خانه اگر دومی تو رو بسته از این خانه پیش نکنم نامم نباید. شرف خواطر شدیم. پسرم در کجا بودی؟ من آمدم در همین جایم. زود سر و لباست رو جمع کن از این خانه. بیرون شو. شرف تو چی ها میگویی؟ تو چی ها کارده ایستاده شرف؟ آرام شو آخر. باز میگویم که همش رو به خاطر فرزندمون کردم. برای فکر کردن دیر شده است. من با کجا میروم؟ کسی ندارم. مرا فکر نمیکنی. پس فرزندم رو فکر بکن. التجا میکنم شرف جان. پینار بیرم دیگر سخنی نگو. من دیگر با تو سخنی ندارم. در رو پوش. شرف چون جنگش کرده ایستاده است که از بینیش چون بقدود بر اومده ایستاده است. تو لباسای رو جمع میکنی یا نه؟ جمع کن زودتر. من با کی میگویم؟ حتی دیر هم کرده است. تکرار به تکرار میگفتم که این کار را این زن میکند، اما کسی باور نمیکرد. از اینجا رو نه من طاقت کرده نمیتوانم. باید شرف را من بکنیم. خدا نشان ندهد باز بلای سر نزند. اگر رفتیم برآمده ببینیم. در حقیقت نیتی بد نداشتم. قسم یاد میکنم شرف. بهوده خودت رو خسته نکن. تو دیگر در اینجا نمیستی. جمع کن اینها را. آقا چی کار میکنید؟ کاردار نشوید. او از این خانه دفع میشود. یک شب هم نمیمانم که در اینجا ایستد. بس بودگیست. از روزی آمدنش حیاتمان رو سیاه کرد. شرف ایست پسرم، آرام شو. دلت چی خیلی که خواهد همان خیلی میشود. تو پایان فرو او لباسهایش رو جمع میکند. بیا زود لباسهایت را جمع کن. بیایید در بیرون صحبت میکنیم. بیایید. آرام شوید. نباید خانم یگان کار بکنی. التماس با من کمک بکن. سرده اگر مرا از این خانه پیش بکن با آقای خیردین همه چیز رو نقل میکنم. با خدا نقل میکنم. ایست چی خیل میشده است؟ کنی با من بگو چی خیل میشود؟ همینجا بود. این دیز کجا شد آخی؟ شما گرفتید بدبخت ها. از همه شما نفرت دارم. این خانه رو کی جمع میکنه؟ این اتاق رو کی به ترتیب میدارد؟ تو هم زودتر چیزهایت رو جمع بکن. زود باش.
جمع کردی، اما خبر دارد میکنم که جمع نکرده تو را از پرتوگاه میوبی. زودتر باش. اوه خدای بزرگ من، در عدالتت قربان شوم پروردگار. هر کس برای کاری کردهش جزا میگیرد. نمیگذاری که کسی از جزا بریزد. به تو گفته بودم فلک گردش دارد. به گفته هایم رسیدیم. همون روز هم رسید. خیز زود لباسات را جمع بکن. زود. نفس چخور گیرید. باری اول امروز چون این درد رو حس نمودید؟ یک رگ کشید. 2-3 هفته است که آهسته رگ میکشد، لیکن روز تا روز زیاد شده ایستاده است. تشخیص خونتون رو دیدن میخواهم. همشیره بیمارمون رو پایان برید. تشخیص پره خون بکنید. فوراً جوابش رو بیارید. فهم آقای دکتر. آقای دکتر در روز دوام نمی کند. خواطر نشوند گفته به اهل خانه نگفتم. بیماری قلب کاری شوخی نیست آقای خیریدین. ما مسئولی آنیم که در حال سنجش های لازمه را گذرانیم. فکر شخصی شما چیست؟ نتیجه ها را گیریم، موافق آن صحبت میکنیم. میلش چی گفتند؟ یک بار جستی ملخک، 2 بار جستی ملخک. و در آخر باورم نمی آید که با من چنین رفتار داری. در بدنم فرزندی تو است. فراموش نکن که او رو هم با بیرون پیش داری. گوش کن، من با کودک کاری نکردم، با تو کردم. من تمامی وظیفه پدری را اجرا میکنم. حتی کوشش با آن میکنم که در دستی تو نماند. اکنون کتف تو را گیر از اینجا دفع شو. شرف دفع شو. ایستا، کلید رو ده. فریده، تو هم مادری. مرا هم بفهم التماس یکان کاری بکن. بیایید دادر ما هم شیر درون دلی من داریم. حلاق بادا. بیا رفتیم. مبین این خیلی خوبتر است. چه خیلی زیبا. مبین بله زیباست. دعوتنامه های زیبا رو انتخاب کردیم. خدایا توبه
این بیروی رو ببینید. چیکار میکنم؟ حالا در پشت در نشسته است. یا توبه. اینقدر زنی بی‌حیا بوده است. شرف پسرم تا سحر در پیشی در همین خیل میایستد. گرفته یگانجا ببر. به خدا شیطان میگوید که از بالای کوه برآمده او را پرتویم. خودش تنها در این نصف شب در آنجا تنها نماند. به یگان مهمان خانه جای کن. از کاری کردت پشیمان شدی آخر؟ کیفت را گیر. با کجا میبری شرف؟ سرده خواهش میکنم. سوار شو. چه زود به همه تو مبارک شود. روغنی درونم آب شد. خیز دخترم یک چای بالیمو آماده بکن با لذت بنوشم. نه ینگم تشویش نکشم. امروز من تیار میکنم. آه گله بردن گله پینا را بردن گله پینا سرت خود گله بردن گله مجبور بردن گله شکش کرده بردن. بگو مرا با کجا میبری؟ به این هم مادرم در زندان است. در این دنیا بخیر تو کسی ندارم. تو چرا با گپی من گوش نمیکنی؟ خوش آمدید آقای خیریدین. خوش آمدید. خوش باش خانم. در نبودن شما چی ها شد اگر میدونستی؟ مرحمت گذارید آقای خیریدین. با همه شام بخیر. شب بخیر پدر. خوش آمدید. مرحمت کنید آقای خیریدین. خوش آمدید پدر جان. تشکر پسرم. چی خبر است که اینقدر خرسندتون کرده است؟ از جوزه خلاص شده. شرف پینو را از خانه پیش کرد. در این نصف شب با کجا برد؟ در این خانه باز چی شد؟ پدر حافظه ینگم برقرار شد. مژده خبر همین است بهترین. ینگم کارهای گذشته را به یاد آوردند و کارهای افلاس پینار هم آشکار شد. ایست از دهان خودش نویم. فریده دخترم نقل بکن. همه ای کار را برای خورسندی همون کردم. مرا باور بکن. پینار دیگر برای من وجود ندارد. این را فراموش نکن. تو در حقیقت مرا پرتوفته میروی. باورم نمیآید. گیر این پول را. زود از باشه فرا. گیر. شرف والله پمیدوری با مزه بوده است.
وقتشم رسیده است. بوی خوش دارد پمیدور بادرین. اوچه ما در اتاق خودمون خواب میرویم ها؟ اپا پینور دیگر در اتاق ما خواب نمیروند ها؟ شما خواطر نشوید. من اتاقتون رو تازه میکنم. چون تازه میکنم که میدرخشد این شب در اتاق خودتون خواب میروید. جونکانی من. احوال اینها رو ببین. اینها هم بیزار شدن. وقتشون خوش شد. چی روزهای سختی را از سر گذرانده اید؟ کمی پیشتر آگهیشان همش رو نقل کردند. کمی دیرتر همش رو نقل میکنم خوب؟ مایلش. نمک را درست میکنید اپای فریده؟ زن حامله‌دار رو بیرون کردن به موضع نمیدهد. آقای خیریدی حالا هم با اونا جزا دلسوزی میکنید ولو در دهانم لقمه دارم. مگر نشنیدید که فریده دیشب چی نقل کرد؟ شنیدم. هفته در را زدن با موضع ندارد. حالا که محتاج او است. اگر به سرش یکون بلا آید عذاب وجدان هممون رو میسوزاند. این رو وقتی عملش فکر میکردید او دیر باز از اینجا رفتن را حق کرده است. برای اینقدر ایستادنش شکر کنه. از همه زیاد به شما دعا بیکنه. آقای تیمور این مکتوب به شما اومد. درباره پینار اوزگور معلومات خواسته بودید. کنی بیده؟ تشکر. سلامت باشید. شرف افگیل. البته این آدم برادر شوهر شونده یاسمن است. عجیب پینار این آیله رو از کجا یافته باشد؟ خیر با همتون اشتیاقتون. بابا شما هیچ چیز نخوردید؟ من دیدم. آقای خیرتون بیمار هستید؟ نه من خوبم. این سحر اشتها ندارم. من هم میروم. من تو رو گسیل میکنم. لازم نیست. من تو رو میبرم. زحمت نکش من خودم میروم. آقای میتحت به شما هم زحمت شد. برای من راحتان را عوض کردید. زحمت نیست خانم جانان، این خیلی نگویید. اکنون دخترتان نفسی آزاد میگیرد. انشاءالله. این مراتب به خانه با امید میروم. اگر تا حال پیش نکرده باشند من خودم از دست پینور گرفته به بیرون میبرارم.
خدایا توبه. آقای میتاد ببخشید. اینجا ایستاده عصبتون ویران شد. برای من شده روزتان برباد رفت. خانم جانان عیب شما نیست. من به خائنی دخترم عادت کرده. بیهوده نمیگویند کاری را که خیش به خیش میکند اقرب هم نمیکند. همین است. درست. میلش تشکر زیاد. آقای میتاد روز بخیر. روز بخیر. میروی. کمیسر خوش آمدید. اما شما یک هفته دیگر رخصتی نبودید مگر؟ از نشستن دلگیر شدم. مدامی که میشینم پس در مرکز شینم و کار هم بکنم بهتر است. مرحمت به شما کمک میکنم. مرحمت. اینجا شینید. میز رو نزدیک میکنم. یکم چیز میخواهید؟ یک چای می نوشم. مالش. یاسومان به ینگم نظر بکن. چی سختی ها میانشان گذشت، اما تا حال از اکم جدا نشدند. اویلهشان رو نگاه داشتند. چی کوشش هایی دارند. من هم کوشش کردم که دیده های خود را هضم کنم، اما طاقت کردن نتوانستم. یاسومان خواهش میکنم این خیل نکن. از هیچ چیز رشک کرده ایستاده ای. گلرو همکاری من است. به این هم از این دیده چیزی دیگری نیست. آن حسی که نسبتی تو داشتم هرگز دیگر نکردم. آیا حسی تو تغییر یافته است مگر؟ اگر تغییر یافتم از رشک چنین رفتار میکنم. امیر، من تو رو با کسی یار نمیکنم. میمیرم. در قلب من تنها تو هستی و تا آن وقتی که زنده هم همین خیلی باقی میمونه. شام چیکار میکنی؟ خوراک شام میرویم؟ مایلش. من تو رو نمیفهمم شرف. همه چیز آشکار شد که پینار هم از خانه دفع شد، اما تو با ینگه هم خنک رفتار میکنی. اگه سرم گرنگ است نمیدونم چیکار کنم. فکر نکن. این خیل که باشد زودتر سرت را آرام بکن. ببین چی عذابهای از سر گذرانیده است، اما باز تو را دوست می‌دارد. یک فکر بکن. ها؟ مجده است، والله که مجده است. اوه شکر که از اون مر خلاص شدیم. نباید خانم آرام باشید. کاری درست کردید. من حیرانم شما اون مر رو کی ها باید از خانه پیش میکردید؟ من همین خیل. باید بگویم شما از فریده یک بخشش قرض دارید. برای چی بوده است؟ آنچه که از عقل و زبانت بیرون میبراید روزی قیامت جواب میدهی. سخنهایی که در نزد من آورده بودی هضم کرده نمیشود. با دخترم ناحقی کردی. خانم جانان حق است. حادثه رو از تمام پهلوهایش نظر نکرده سخن که بگویی احوال همین است. توبه گویه شما هم همه رو مونده با من روبرو شدیم. من نیتی بد نداشتم. خانم میگویند که راه های جهنم با نیت های خوبی سنگدار بنیاد شده است، یعنی با نیت های اشارت شده. من از کسی گیلم نیستم، تنها از شرف. حالا هم به من باور نمی کند. حالا فکر اون رو دارد که گفته های شیرین راست هستم.
نسبت به شرف کمی با صبر باش. قهرآلود است اما مثل آتش کاه است. زود خاموش می شود. اون وقت خطاگیهش را می فهمد. از این شبه ندارم. دخترم در این زمان عائله برپا کردن دشوار، اما نگاه داشتن آن دشوارتر است. خیر خانم من بیرون میرم. روز بخیر.